سلام رفقا. اگه تا حالا به دنیای ماورا فکر کردی؟ به موجوداتی که کنار ما زندگی میکنن ولی نمیتونیم ببینیمشون. پس امروز بریم سراغ یکی از عجیبترین موجودات خلقت. جین. جین دقیقاً چیه؟ جین یه موجود واقعیه، نه خیالی. در قرآن و خیلی از متون دینی و حتی افسانه ها ازش اسم برده شده. خدا جین رو از آتش بدون دود آفریده. یعنی از انرژی گرم، سریع، نامرئی. برخلاف ما که از خاکیم، اونا از آتشن. آیا جین‌ها چهره دارن؟ شکلشون چیه؟ اینجا جذاب‌تر میشه. جین‌ها جسم دارن، اما جسمی که ما نمیبینیمش. یعنی میتونن شکل بگیرن، اما نه همیشه قابل درک برای ما. ولی طبق بعضی روایات اونا میتونن به شکل انسان در بیان. گاهی به شکل حیواناتی مثل سگ، مار، گربه سیاه. یا حتی موجودات عجیب که نه انسانن نه حیوان. بعضی روایات میگن جین‌ها دست و پا دارن، میتونن راه برن، بدون بخورن، حرف بزنن. ولی بدنشون از جنسیه که ما نمیفهمیم. آیا پرواز میکنن؟ بله. جین‌ها توانایی حرکت خیلی سریع دارن. توی قرآن هم گفته شده. در داستان حضرت سلیمان جین‌ها برایش پرواز میکردن و ساختمان میساختن. یعنی سرعت دارن. بعضی‌هاشون میتونن پرواز کنن یا توی لحظه از جایی به جای دیگه برن. جین‌ها کجا زندگی میکنن؟ بیابون‌ها، غارهای تاریک، حمام‌های قدیمی، چاه‌ها، زیرزمین‌ها، توی جنگل‌ها، زیر درخت‌ها، توی بعضی خونه‌هایی که سالها کسی نرفته اونجا. و حتی بعضی روایت‌ها میگن جین‌ها میتونن در دل زمین یا در آب زندگی کنن. آیا مثل انسان‌ها زندگی میکنن؟ بله. جین‌ها ازدواج میکنن. بچه‌دار میشن. قبیله و قانون دارن. بازار، شهر، غذا، خواب، دین، جنگ و صلح دارن. بعضی هاشون مسلمانن، بعضی کافرن. حتی بعضی هاشون شیعه هست، بعضی ها سنی. آیا وارد بدن انسان میشن؟ تو خیلی از فرهنگ ها گفته شده. جین‌ها میتونن بدن انسان رو تسخیر کنن. مخصوصاً وقتی انسان خیلی غافل، خیلی ترسیده یا خیلی آلوده به گناه باشه. البته همیشه اینطوری نیست. ولی توی بعضی موارد آدم احساس میکنه یه چیز دیگه داره کنترلشو میگیره. چطور با جین تماس میگیرن؟ بعضی آدم‌ها، مخصوصاً جادوگرها یا جینگیرها، از راه‌های خاصی مثل خواندن وردهای مخصوص، سوزاندن بخور، نوشتن علایم عجیب، استفاده از ساعت‌های خاص شب، میتونن جین رو احضار کنن. ولی این کار بسیار خطرناکه و بیشتر وقتها زندگی آدم رو خراب میکنه. آیا راهی هست که جین به ما آسیب نزنه؟ بله. طبق گفته ها. دایم ذکر گفتن. خوندن آیت الکرسی. گفتن بسم الله قبل از ورود به جاهای تاریک. و تمیز نگه داشتن بدن و لباس. باعث میشه جینها بهت نزدیک نشن. چند نکته عجیب و واقعی. در بعضی فرهنگ‌ها اعتقاد دارن بچه‌های خیلی کوچک جین‌ها رو می‌بینن. چون هنوز روحشون پاکه. گفته شده سگ سیاه و گربه سیاه گاهی محل عبور جین هستن. جین میتونه انسان رو گمراه، دیوانه یا حتی عاشق خودش کنه. نتیجه: جین‌ها بخشی از خلقت واقعی خدا هستن. نامریان، اما واقعاً وجود دارن. قدرت دارن ولی محدود. کنارت هستن، اما تا وقتی بهشون توجه نکنی، کاری باهات ندارن. پس نه ازشون بترس. نه سراغشون برو. اگر از ویدیو خوشت آمد، صفحه ما رو دنبال کن و نظرت رو بنویس. آیا تا به حال در مورد جین شنیدی یا خیر؟ تا ویدیوهای بعد خدا نگهدار.